هستی؟ خوب است اینا کی بودن علی؟ از ما چی میخواین؟ نمیفهمم سیفدا. خواهر سیفدا خواهر شکر که خوب هستی. سعیس خوب استم جانم تیر شد. خواهر چی گپ از بگو؟ نمیفهمم سینان. سیفدا جانم تو خوب هستی؟ چطور خوب بودم میتونم دکتر؟ تو خوب هستی سیفدا؟ چیزی خو نشدید نه؟ این جمع نیست سیفدا، باید بریم. کجا میبریش؟ اینقدر بلایی که سر سیفدا آوردی بس نیست؟ بازامی به خاطر تو شده نه؟ در اینجا مشکل وجود داره. سیفدا را باید فوراً از اینجا ببرم. کل این مشکلات فقط به خاطر تو است. هرچی که سر سیفدا میایه فقط به خاطر تو میایه. نمیخوایم بار دیگه تو را در اطراف خواهرم ببینم. سینان یک بار آرام باش، باید گپ بزنیم. وقت گپ زدن نیست سیفدا، حالا باید از اینجا بریم. خواهرم هیچ جای رفتن نمیتونه، نه که گپ نمیفهمی چطور. بار دگام نمیخوایم قواره ببینم. سیفدا سینان راست میگن، نه که نبینی ما را تعقیب کرده تا اینجا آمده. حالا سیفدا برات گفتم خواهرم جای نمیره. سینان اگر درباره خواهرت فکر میکنی دور شو. آی سینان علی صبر کن نکو. وقت صبر کردن نیست سیفدا، حالا دیگه باید از اینجا بریم. سیفدار الاک احمق. آرام باش. پس شست پیش رویم. پس نمیشم. سیفدار دو دنیای خونین خود داخل کردن نمیتونی. سیفدار الاکا هر جایی که میری خودت برو احمق. آقای گلی از خواهرم دور شو، اگه نیست سرت فایر میکنم. سینان چی میکنی؟ جان و خواهرتو پنجره پایین کن. سینان بیبی خواهرت اینجا دامن نیست. بیاد وقت تو نبودی خواهرم کاملا دامن بود. ازش دور شو اگه نمیکشمت. گفتم دور شو اگه نمیکشمت. سینان تو نمیفهمی که چی میکنی. خواهرم به خاطر تو اختطاف شده بود. بله از خدا زندگی خواهرم قوره تکم کن. سینان گوشکاله یه اسلحه نزدیک نشو خواهر. سینان بیبی حال خواهرت گرفتم میرم. تو هم هیچ کار نمیکنی به خاطر که خواهرت دوست داری، به خاطر که جای امن به خواهرت پیش محض. فهمیدی؟ حالا سیفدا خواهر این کارا کده نمیتونی. سینان بس است. خواهر پس شو. به خود بیاد دستت پایین کن. خواهر برات میگم دور شو. دور نمیشم. فکر میکنی میمانم که علی را بزنی؟ حالا ای را پایین کن. حالا جان خواهر. حالا جان خواهر به ما باور کن علی بجز خوبی کردن به ما دیگه هیچ کاری نکرده. به ناحق رو مقصر فکر نکن. اگه میخوایی ما دامن باشم اجازه بده که علی برم سینان. سعیس خواهر خواهش میکنم تو را چیز نشه. چیزی نمیشه جان خواهر، هیچ چیز نمیشه. علی از ما محافظت میکنه. سعیس پیلوت تو در اینجا چی میکنی بیادر؟ جای نو ما رو میبینیم بچم چی شده. بعد از این کارهای اسلحه را از همینجا پیش میبریم. آی پیلوت مواد را که سوختاندی تو هنوز 1000 لیرشون پیدا نکردیم بیادر. چطور پیدا نکردی بچم؟
ها؟ او قدر شناخت داریم وداد. تنها اگه قرضای ما رو جمع کنیم او پول میبرایه. چرا این کار میکنین شما؟ هنوزم نمیفهمی نه بیادر. خبر شدن که ما واداتش زدی. نامت از لیست کلگی پاک شده. دیگه سلام ما رو ملک نمیگن نمیفهمی. بربان ما حال سلام علیکم اونا رو گفته بودم وداد. اما یک روز کارشان پیش ما بند خواد شد. بازو وقت اگه حق اونا را دانه دانه ندادم نامرد باشم. گوش کو پیلوت، چرا درک نمیکنی تا کاجی تا حال وقت آمادگی خود گرفته؟ منتظر حمله کردن هستند که لشکرکی سر ما حمله کنند. درست است بچه. یک بار آرام شو. ما حال امروی او تاکاجی باید گپ بزنم. یک راه حل پیدا میکنم. تاکاجی، ما پیلوت هستم. کدام پیلوت؟ با یاد ناوردم. همو کسی که گفته بود پولتون هر قدر باشه براتون میاریم. باز رفته خدا گم کدامو پیلوت میگی؟ ما از گپ خود نمیگذاریم تاکاجی. قرض ما قرض است. درست است. یگان دفعه قسم مشکلات پیش میاد دیگه. اما حال کارهای اصلی هر شروع میکنیم. همی که پول به دست بیارم قرض تو رو اول خلاص میکنم. پیلوت، قانون ما را خودت میفهمی. قرضه که با وقتش پرداخته نشه بازو با ما کدام بدیل نداره. ما کت تو آدم ها روز 100 بار سر و کله میزنم. باید داری که یک بار تیاری از کار انداخته بودیم پیلوت. مطمئن باش که او تیاره بعد از این دیگه پرواز کده نمیتونه. طوفان تو تیاره مرا سبقت داده نمیتونه تاکاجی. درست است. ده بزرگی آدم بسیار بزرگ استی، اما ده باره مردن و زنده ماندن، سبقت کردن و سبقت نکردن تو کسی نیستی که تصمیم بگیری. فهمیدی؟ فیصله را ما میکنم پیلوت. ایره باید داشته باش. حتی درباره مردن و زنده ماندن ما فیصله میکنم. بعد از این ده منطقی ما نفس گرفتن به نام پیلوت واری یک انسان ممنوع است. یا قرض ما میپردازی، یا مستان بلندتر کده رخصت هستی، یا مغزت در روی سرک باد میکنم. هر قدر نفر داری کلشان جمع کده بیار ببینم که کی مغز کی را باد میکنه تاکاجی. هر کسی هم نیایه بی شرف باشه. اگه آتشان باشی از قدرتت بیشتر در دادن نمیتانی نامرد بی غیرت. گفتی یک را پیدا میکنم، امی بود را پیدا کردنت. خیلی چی باید میکدیم؟ ها؟ با جواب تهدیداش میگفتم بیا به خیر ما باشه انشالله. ها؟ گوش کو بچه، مغزای سر او پیلوتا. هر چیز زودتر به ما بیارین. خمار خونه شده. علی کمی پیشتر در پیش سایل با 5 دقیقه استاد کده میتونی؟ حالا وقتش از سیف ده. آیا حالا دیگه لطفاً بسیار خوب، درست است. پیلوت، او مردم به اندازه قدرت دارن که ما را زمین ورداشته میتونن. این را خو میفهمی. ور نکو وداد. گپای ناق نزن. را نزدیک است، حرکت کو. حالا زود باش. یک تاکاجی را خوبان. 1000 تاکاجی هم اگه بیای از هر خم نمیکنم. فهمیدی؟ اگه مردم هم مردواری میمرم. تو گپای مرا چرا قسم درک میکنی بیادر؟ دادان مرگم که بری خدا پیشت میرسانم. اما یگان حقایق است. حالا دیگه او حقایقم سر ما دو نزن. گپای ارنیکو چقدر زود فراموش کردی. آدمای جسور یک بار، آدمای ترسو 1000 بار میمرن. پیلوت، تذکرت آماده شده. به امنیت رفته باید بگیریش. به ما تسلیم نمیکنن. ها بخیر باشه. بکس پول پیدا کردین؟ در کدام جای خو کارت بانکی را استفاده نکرده. متاسفانه اجازه گرفتن نمیکنه. او بکس پول به ما یادگار ارنیکو بود. حال رنگت تکم کو. از پیش و وداد دور نشی. بیا از رابطه ما امروی آدم خراب است. کله ما را باز خراب خواد کرد.
فاصله زیاد خوش دارم. های واقعا مذرت میخوایم. ده اصل تو مرا ببخش. من اما تو در چرت راون بودم، از کجا میفهمیدم که سرم فاصله چپا میشه؟ نان چاش رفت از پیش ما. دقیقه سیش نشو جانه، بان کنان بره. میریم در بیرون یکان جای نان میخوریم. دیگه ای که یادسه به من بسیار یک چانس خوب داده خانم دیگو. درست است، مذرت میخوایم کالایتان چتل کردم اما نان خوردن نمیشه. چرا خنده میکنی؟ درویتان چیز است، پسش کنیم. چی از فاصله است؟ ده اونجا نی، ده ای طرف. ده اینجا؟ ده کجا؟ نه نه درست است، یک دقیقه. وقتی قسم است پیشنهاد نان خوردن قبول میکنی؟ در او صورت در یک موضوع دیگه باید مرا کمک کنی خانم دیگو. کدام موضوع؟ ما از امیال خسته شدیم علی. میفهمم، متوجه هستم سیفدا، اما کم دگام صبر کن لطفاً. حالا دیگه بریم. این قسم همیشه از یک نفر فرار کرده زندگی کده میتونی؟ البته که نه، من کل شب پس جور میکنم. برم کم وقت بده سیفدا. بخیز دیگه بریم. زیاد خسته شدیم. سیفدا علی لطفاً فقط برای 5 دقیقه. خسته نباشی ایلینا. آی دویگو خواهر، خوش آمدی. خوش باشی. چی کمک کده میتونم؟ با منی، با آقای محترم کمک کو. البته چه قسم کالا کار داشتی؟ یعنی این قسم یک چیز ساده باشه. چطور؟ البته اینه بر تا نشان میدم. ببینیم دیگه. ای با ما چطور میگم؟ ما نمیفهمم، خوش خودت آمده باشه. خب فکر کنم که رنگش کم تاریک است. اما تو نیست؟ یک بار ایرام امتحان کده میتونی. یعنی درست است امیر امتحان میکنم. به نظر من امی که در جانت زیاد خوب میگه. خوب است. در اون صورت خیصه ایست دیگه. امیر میگیرم. درست است آقا. هر رقم میشه باید یک را پیدا کنیم که سیفدا دیگه خانه علی رفته نتونه. ها توکچه یک را به ای کار پیدا کن. باز وقت فکر کن که کلی موتر در جیبت می باشد توکچه.
اصل یک چیز خوب به فکرم میآید. بگو دیگه. استاد علی یک آدم با اعتبار در منطقه است. اگر مردم منطقه خبر شوند که دختر بدون نکارت خانه خود نگاه کرده، بازی کار بسیار بد میشه. کل منطقه به علیش میخیزن و این قسم سیفدان پاره دیگه در او خانه نمیره. خیلی خوب است. به نظر من بله. علی ما در خانه توکچه می باشم. نمیشه سیفدا. به خاطر امنیت خودت باید یک مدت اینجا باشی. های خب اونا کی هستن؟ مشکلشان کتمه چی است؟ نمیفهمم، اما خبر میشم. شاید که مشکلشان همراهی تو نباشه. کی است؟ کایرا؟ امید؟ شما را چی شده؟ آقا علی ببینین این تبلت ما کار نمیده. نه که من فرمت نیاز دارم. باش که ببینم. شما ایره در دکانه ما بانین. خدا داد کاکایتان دمونجه است. ما تا یک جایی رفته پس میم. درست است؟ درست است کاکا علی زنده باشین. علی بودن مده اینجا هیچ درست نیست و دیگه ای که منطقی شما کمه. منطقی ما کمه چی؟ خودت میفهمی دیگه نی؟ حالا دیگه دخصی اونا نباش. آخرین لحظات خبر آمد. ما مجبور شدیم بدون خبر دادن به تو مداخله کنیم. درست است، زنده باشین. خب فهمیده تانستین که کار کی بوده آقا کرد؟ پیدا میکنیم. تشویش نکن. درست است. همه یک از چیز خبر شدین به ما خبر بدین. بعد از علی سر ما شک نمیکنه، اما مطمئن هستم پشتی کارا میلانه میکنه. ما دیگه چی میکردم پدر؟ الهشان کردم رفتن. ای که اشتباه کردم یا نه واقعا نمیفهمم. سینان اگه یک بار دیگه دستت اسلحه بگیری دستت مشکنانم. اما پدر جان هر چیزی که شوه بار دیگه نشنوم. فهمیده شد؟ بچه‌شم پدرم. سینان متوجه باش با مادرتم چیز نگویی. سینان نمایش چطور گذشت؟ خواهرت کجاست؟ نمایش خوب بود مادر جان، خوبش بود. و خواهرم هم راستش کت توکچه رفت. بله سیفدا، تو خوب هستی دخترم؟ خوب استم پدر جان. حالت تو کجاستی؟ پیش علی استم. سیفدا گوش که دخترم، از دیروز که با مادر دروغ گفتم میرم. این وضعیت دیگه چقدر طول خواهد کشید؟ خب به خاطر چی؟ های قسم نگو، لطفا قسم نگو دخترم. کدما قسم گپ نزن. این اتفاقات گناه من است. تو پدر گوش کنین، من گناهکاری و گناه رو نمیپالم. من فقط نتیجه رو میبینم.
علی بازم خود در مقابل من سپر ساخت. مثل هر وقت دیگه زندگی خود به خطر انداخت. خب به خاطر کی کار کرد؟ به خاطر دختر شما ای کار کرد. متوجه هستین؟ متوجه هستم دخترم. خوب است. از اینکه متوجه هستین خوب است. مادر گوش کنین. من پیش علی خوش هستم و به بودن پیش از او ادامه میدم. همه قدر با فامین بس است. چقدر ذوق خوب دارین به خدا. خوب میشه که مبالغه نکنین. نه به نظرم واقعا همه قسم هست. یعنی از این به بعد همه قسم کالا رو میپوشم. چطور؟ مرا چی به کالا پوشیدنت؟ اگه خودت میخوایی سیس. نه یعنی در مغازه گفتین این کالا برام بسیار خوب میگه. از او خاطر من فکر کردم و از این قسم کالا پوشیدن خوشتون میه. به نظرم قضیت فکر نکنین. چطور یعنی؟ از کدام لحاظ؟ من کار دارم. در قصهش نشینه باز گپ میزنیم. خداحافظ. کجا بخیر؟ طرف کارم. میخواین که کتمه تا دواخانه برین آقا پیلوت؟ نه ما او گدام منطقه شما رو که گرفتیم نه اونجا میرم. چه قسم گرفته؟ او نفر خو میگفت که بیانیش دادی میلا نمیکنم. کمی درباره خیالاتون برش گفتم. اینجا بیا کرایه نشین صابر. صابر که های تو چی میکنی؟ شما دیگه چی رقم انسان هستی؟ بچه بگی خیالات تا پرک و فامیدی برو بخیر. تحمل نکرد. انسان بسیار بادرک بود. قبولش کرد. او آدم چه قسم فاماندین آقا پیلوت؟ با مام قصه کنین که بفهمم. سایس قصه نکنین فهمیدم. من میرم دیگه. چطور یعنی؟ چی را فهمیدین؟ یعنی میشه با مام قصه کنین؟ یعنی خیالات خودتانه به خودتان قصه کنم؟ در اصل شما بسیار خوب قصه میکنین. ایره میفهمین؟ به هر صورت بازم تبریک باشه. نمیخواین یک بار گدامه ببینیم؟ حالا کجای گدامه ببینیم؟ گدام از دیگه باز به ما چی؟ نه منظورم است که ما در یک بخش هستیم. از خاطر رو تو گفتم. کدام گپ دیگه نیست. یعنی البته اگه وقت ندارین با چیز گفتن نمیتونم. خوب سایز بریم. بفرمایید. علی بگو میشنوم. اصلا یک چیز میپرسم اما با من صحیح جواب بده. ما چی وقت به تو جواب غلط دادیم سیفدا؟ آی اما او قسم نیست. گوش کو. مرا به خاطری که در خطر بودم از خانه اویگار گرفته اینجا آوردی؟ بله البته. یعنی کدام دلیل دیگه خو ندارنی؟ یعنی نه دیگه چی دلیل داشته میتونه؟ گفته بودی پشت دق شدیم نی؟ ها اما او را به خاطر گفتم که تو نترسی سیفدا. اگه نه ما دو نیمه شود شده دو اتاق تو بیایم. یعنی فقط از او خاطر بود؟ بله فقط از همون خاطر بود. سیفدا پر شده پر شده. آی میبخشی. آی اما صبر خودم حلش میکنم. میشه تو طرف بری لطفا. بان خودم حلش میکنم. آها نه اجازه نمیدم. خودم پاکش میکنم. آی خیره من ریختاندمش. میخوایم خودم پاکش کنم لطفا. سیفدا
تو مهمان هستی، ای تو چیز امکان داره؟ میشه من پاکش میکنم بان. پس شو. صبر کو سیفدا. درست است محلش میکنم بان دیگه علی. صبر کو. ایلا کو. سیفدا صبر کو. خودم حل پاکش میکنم. میکنم. علی بان دیگه. علی. توبه. بان دیگه. سیز بانش. مجورش میکنم سیفدا. بان. چطور هستی دخترم؟ خوب استم پدر جان، اما تو بازم سر ودید استاد نمیشی و در پشت آدم میمونی. بودن جان در اونجا تصادفی بود، اما کاش که پیشت می بودم. اوف پدر باز شروع نکن، من میرم دیگه. من نمیمانم که جای بری زینب. با مدت یک هفته ممنوع است که از خانه بیرون برایی. فهمیده شد یا نه؟ ممنوع است؟ من چیزی را نفهمیدم. مثل هر کس دیگه میخواستم زندگی عادی داشته باشی، اما تو نیست. زندگی عادی همی است؟ قید شدن در خانه عادی است؟ زینب با پدر دروغ گفتی و مثل هر دختر جوان دیگه جزایی هستی. در اتاقش ببری نشه. سیفدا گوش کن، میفهمم در زندگی بسیار روزای بد را سپری کردی. یک بار بان امون نفرایش پیدا کنم، یک بار اونا را گیر کنم، بعد از او به همیشه از زندگیت میرم و از این بعد هیچ کس پشت تو کسی را نمندازه. چطور یعنی؟ ای دیگه چی منامیته؟ وقتی او روزای بعد سپری میکردم به این فکر نمیکردم تو از زندگیم بری علی. یعنی به تو یک قدر راستان از باورم نمیشه. سیفدا صبر کن. میخوای دی وقت کجا بری؟ خسته شدیم، کمی میگردم. یعنی چی که میگردم سیفدا؟ فکر کنم بلایی که سرت آمده را فراموش کردی. 10 سال فکر کنم تو فراموش کردی. سیفدا تو چرا قسم میکنی؟ ما تو دی باره گپ نزده بودیم. گپ زده بودیم بله، اما اگه میخوای از سر موضوع تیر شویم واضح است که ما درست گپ نمیزنیم علی. سیفدا لطفا قسم نکن. ای که خطر هنوز ما سر طرف شده یا مانده نمیفهمیم. از او خاطر باید زیاد احتیاط کنیم سیفدا. فهمیدی؟ اما قدر دیگه چیزی نیست؟ دیگه چی باشه؟ شاید زندگیت هنوزم در خطر باشه. از این قدر مهمتر چی بوده میتونه؟ عشق است علی. کسی را که وقت به قیمت جان دوست داری با وجودی که میفهمی به مرگ تهدید است، بازم جرأت دوست داشتنش داشته باشی علی. اما فهمیده میشه که توی حس نداری. ما به خاطری که از مرگ میترسم اینجا نامدیم علی. به خاطری که تو را دوست دارم اینجا آمدم. میشه تو هم حالا یک چیز برم بگویی؟ تو هم مرا دوست داری علی؟ من خب چی؟ سیفدا من بیبی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
دیواره بعدن گپ میزنیم. درست است. حداقل بعد از اینکه این خطر رفت شد گپ میزنیم سیفدا. من فهمیدم. چیزی برای گپ زدن نیست. تو هم دیگر دوست نداشته باشی، پس در یک خانم زندگی کردن نمیتون. سیفدا، سیفدا صبر کو. کجا میری؟ صبر کو سیفدا. تو برو. حالا گفتم سیفدا داخل برو. نیک نمیخوای بیایی؟ نمیایم. سیفدا حالا لطفا. نمیایم. میخوای به زور ببریم؟ اگه نیاز باشه با زور میبرمت. نمیتونی. خب ایره دیگه خودت خواستی. علی در بین مردم ما منطقه چی میکنی؟ کل مردم طرف ما میبینن بیاب میشیم. من خب برات گفتم که بیا همراهیم. تو انسانی را که دوست نداشته باشی باز در بغلت میبریش؟ سعیس اگر دیشب نمی آمدم باز وقتا مرا به زور می آوردی. چطور؟ به نظر تو؟ خب کجا میریم؟ با ما گفتی کمی خسته شدیم، از او خاطر با موتر چکر میدمد. خوب است، پس مرا خوب سعی چکر میدی. بازم تبریک باشه. مقبول است. روز خوش. یک دقیقه. وسایلشم که آمد باز بیاین لطفا. میخواین که شیشه‌شم من پاک کنم؟ های نه منظور به قسم یک چیز نبود. وقتی وسایلش رسید باز اگه کدام نظریه داشتین بر ما بگوین تا که خوبتر پیش بریم. روز خوش. بسیار تشکر به خاطر آمدنتان. شما کجا میرین؟ ها در گودام کم پایم خو برده بود، باز نخواستم چند دقیقه قدم بزنم. کدام طرف است؟ حالا که را میریم ما میخوایم همراه شما قدم بزنم. نه جانم ضرور است. باز چرا از پشت ما میایین؟ پیشتر نگفتین که وسایلتان میبرین به کارتان برسین؟ کدام کارو مانده که رسیدگی کنم؟ عقلم ازم گرفتی دویگا جان. چیزی گفتین؟ یعنی میگم که بعد از این قسم رسمی گپ زدن بس نکنیم. چی میگی؟ از چی وقت ما صمیمی شدیم؟ چی تغییر کرده؟ حال ما همسایه شدیم نه؟ دیگه در یک بخشم کار میکنیم. از او خاطر قسم یک چیز برد گفتم. قسم به نظرم خوب است آقا پیلوت. ها خوب است. درست است. خودتان میفهمید خانم دویگو. روز خوش.
همراه ما میایی. تو دیگه کی هستی ها؟ کی تو را روان کده؟ گپ از یاد دراز نکو، تاکاجی منتظرت است. تاکاجی؟ من او تاکاجی را تا اگر تاکاجی میخواه مرا ببینه باز باید خودش بیه. تو هم اینجا دموتر باش سفته. اما علی گفتم دم اینجا باش. علی احتیاط کن. علی متوجه باش پیلوت. درست است استاد. شما خوب هستین نه؟ خوب هستم. دست کولم بگیرم. خیر ببینی استاد علی، جوان مرد بودی به خدا، قرضدارت شدیم.
این یادم کی هستن پیلوت؟ از تو چی میخواین؟ نمیفهمم، اما هر کس ازت هر چیز خواست، اگه به خواستش لبیک بگویی باز به جز جانت دیگه چیزی برات باقی نمیمونه. اما ما برات نگفته بودم که دیگه ای کارا را ایلا کن. نه استاد، اینا بدیل کارهایی که کدیم نه، بدیل کارهایی است که ایلا کدیم. از او خاطر سر مملکتن میخواین جانم بگیرن. حالا که قسم یک تصمیم گرفتی در پرداختی بدیل تو را تنها نمیمونم. کافیست که از رای راست دور نشی پیلوت. تا آخر همراه تستم. خیر ببینی استاد. استاد علی، آقا پیلوت، یک بار تا دواخانه بریم شما را پانسمان کنم. ضرور نیست. چطور ضرور نیست استاد؟ به نظر من راست میگه. یک بار بریم. سیس میریم. حالا دستنایی که پیلوت اختطاف میکردیم، یک آدم آمد او را از دست ما نجات داد رئیس. او آدم کی بود لودا؟ نمیشناسمش رئیس، اولین بار است که دیدمش. اما آدم بسیار جنگی بود، کل نفرای ما را زد. اگه او آدم همراهش باشه اختطاف پیلوت مشکل است. خیلی تو که از باز جان هر دوشونه بگیرین. برو زود پیدا که بچین. او آدم کی است، چی کار است؟ حالا دیگه شما را چی شده آقا پیلوت؟ مادر، بعدن باز برات قسم میکنم. شفا باشه. اینه که شما جنگ من کدین چطور؟ نه، راستش یک موضوع شخصی ما بود. زنده باشه استاد علی کمکم کرد. استاد علی شما داخل برین، ما میاییم. مادر، حالا برو. پدرم درباره تو پرسان کرد. سعیز دخترم سعیز. حالا ای که چی کارایی پت میکنین من هیچ نمیفهم. پایگار کاکا، با تو یک خوشخبری دارم بچه. علی بالاخره درد سرش پیدا کرد. تو چی میگی کاکا؟ زود بگو. کت تاکاجی خدا زده. کی؟ ما دا اینجا درباره کی گپ میزنیم آیگا؟ علی کت تاکاجی خدا زده؟ عالی است. از خاطر پیلوت حال با ضد مواد مخدر مبارزه میکنه. پول تاکاجی را نتونسته بپردازه. تاکاجی هم تکت زندگی پیلوت قید کرده، اما علی کار به گردن گرفت. این چیز را که شنیدم واقعا برام خوش خبری است. تو عالی هستی کاکا، عالی هستی. بس از دیگه چاپلوسی نکو. بس از ما رفتم دیگه. هنوزم خلاص نشده؟ حالا علی، ما بریم دیگه. درست است. تشکر خانم دویگو. خواهش میکنم استاد. روز خوش. باز میبینیم. زنده باشی استاد. بیاین بشینین.
نه ما عادت کردیم. گفتم بیاین بشینین. ها ما میایم. ما سیس. درد میکنه؟ اگه تو مرا چوقو هم بزنی بازم خون من نخواد ریخت. چی گفتی؟ یعنی میگم که قلبمان پانسمان میکنین خانم دیگو. متاسفانه او مسلک من نیست. به نظرم پیش دکتر قلب بره. آشنا دارم اگه میخواین کارتش براتان بدم. ضرور نیست. خوب است پس. زخم تا پانسمان میکنم. او علی اوروغلو چی رقم آدم بود؟ یک نفر سابق تشکیلات. در وقتش بهترین شخص تشکیلات بود. حالا او کارا را اعلام کرده و گوشه‌گیر شده رئیس. البته کل اینا دروغی است که همگی فکر میکنن که راست است. یعنی گپای ناقص. ویگار اینجا تو آماده بودی نه؟ کاکایم برای سلام گفت. خیر نصیبش. نظر به گفته کاکایم علی هروغلو خدا کت شما زده. ویگار هرچی میخوایی گفتم میتونی. بریم سر اصل موضوع بچیم. سایس حالا که با هم در یک راه هم سفر میشیم باید با هم بریم. مام آمدم. او آدمی که در پشت علی هروغلو است آقا کرد است. آقا کرد خو میشناسی نه؟ در دنیا هیچ کسی نیست که را نشناسه بچیم. علی نشان میده که گوشه گیر شده اما حالی هم فعال است. بیازو کسی که در پشت پیلوت است و ازش خواسته که به ضد مواد مخدر مبارزه کنه او است. علی نمیمونه که کسی در منطقش مواد مخدر بفروشه. بیازو کت پیلوت هم از امی خاطر در جنجال بود اما حاله پیلوت هم تحت تاثیر قرار گرفته. حتی هر دویشان دست یکی کردن و میخواین که تو را از بین ببرن. ویگار کسی که بخواه مرا از بین ببرنه برباد میشه بچیم. هم ملا و هم پیلوت هر دویشان. کجا میرین؟ ها به گدام. در این وقت شب در گدام چی میکنین؟ خب وسایل چیزا میامد نه از خاطر. اگه میخواین شما بیاین امرای ما بریم یک جای بریم. نه آقا پیلوت ما زیاد خسته شدیم. با شما شب خوش میخوایم. در اصل اگه شما خانه برین استراحت کنین خوب میشه. نه ما کمی خوب هستم. در این صورت خیر. شبتان خوش. شبتان خوش. آقا پیلوت آقا پیلوت سلام. شما رو دستمانه می پالیدم آماده زمین پیداتون کردم. مثل آسمان هستین توانم ما.
شب خوش داشته باشی. حالا که شما را دیدم شبم خوب تیر میشه. راستش به منطقه ما خوش آمدین. خوش باشی. در گدامتان معمولا چه چیزا فروخته میشه آقا پیلوت؟ میخوایم مشتری میشه گیتن باشم. ها یعنی ما هنوز جای به جای نشدیم. اگه بخواین میتونم کمکتان کنم. هیچ زحمت نکشین خانم. من کار دیکور و چیزا را زیاد خوش دارم آقا پیلوت. ما و آقا پیلوت بیازه حلش میکردیم ایزگی. اما تا نیست آقا پیلوت. تو هیچ زحمت نکش. خب چی میگفتیم؟ کدام چیز میگفتیم؟ یک دقیقه. اگه تو میخوای خانه برو کنه وقت نشه. سایز دوگو خواهرت من. شبتان خوش آقا پیلوت. هر وقت بیکار شدین میخوایم پیشتون بیاییم. ایزگی؟ چیگه پس خدا داد؟ با هم یک جای رستوران تیاره بریم؟ رستوران آقا پیلوت میگی؟ چرا قبلا در فکر خودم نامده بود. حتی ما اوجا میخوایم به خود خانه بسازم، به خاطر که اینجا میکروب زیاد است. میکروب خونه است اما ننگه که کیک است. ننگه که کیک چیست؟ او چیست؟ سرشانیت ننه کیک است. خدا داد دیره بگی چه میشه بگیریش خدا داد من زیاد میترسم. آی بنداز شلاله. چرا از این قندولک میترسی؟ ایام یک زنده جان است که خداوند آفریده. تو دیگه از چی میترسی؟ مثلا از طیاره زیاد میترسی؟ زیاد در بالا پرواز میکنه، از سر ابرا تیر میشه. تو چی گفته رئیس خدا داد؟ مرا چی به ایگه پا؟ خود تو هم مثل ما از طیاره میترسی نه؟ وجه مشترک داریم اما قسم است نه؟ اما من از طیاره نمیترسم، برعکس پرواز کردن خوش دارم. تو راست میگی؟ خیلی تو کس ما هم از طیاره نمیترسم. اگر تو در طیاره در کنارم باشی باز بر نمیترسم. خدا داد اگر من قسم به گپ زدن دامه بتی فکر خواد کردم که بستیم شدی. ما چه قسم خدا به تو بسته کردیم؟ ما اگر به تو بسته کنم میفهمی تو لاغر هستی. ما چه قصدم اگر باز ما خدا به تو بسته کنم تو خود خفک بشی. آی خدا داد آی زیاد خنده استی به خدا. گفت قند استی، گفت بسیار قند استی. دیدی خودت چطور اعلام میداد؟ خانم محترم چی میگفت؟ میگفت تو نمیتونی پانسمان کنی. کی میگه خانم دایگورم میگی؟ دیگه کی باشه؟ البته که اونم میگم. هر کس ببینه فکر میکنه دکتر است. یک پانسمان خردترک فقط میتونه. باز به من میگه قچی رو مکم بگی. که دو قچی میخواست موهاش تار کنم. اما ناقی قدر قار میشی. فقط خواست که ما را کمک کنه سیفدا. این قسم گپای ناق به تو هیچ نمیزیبه. حالا من گپای ناق میزنم همونطور است. میبخشین آقا علی. اینکه در مقابل خانم دویگو چقدر حساس هستیم یادم رفته بود. اما تشویش نکنین چون او هم در مقابل شما به حس نیست. تو این قدر گپ از کجا پیدا میکنی؟ ما خود کاملا حیران ماندیم. خانم دویگو نمیخواست که قلبت بشکنه. مطمئن هستم. ببین حالی هم از دفاع میکنی علی. صحیح است. این بحثه بسته میکنیم. ببین یک عالم مشکل داریم. حالا بیا که خانه بریم. من نظر ما بستش کنیم.
امیرم از خدایم میخواستم. مشنوم. زینب سلام، سینان هستم. شناختی نه جانم؟ شماره تلفن من تو از کجا پیدا کردی؟ پیداش کردم دیگه. خب چطور هستی؟ اما زیاد با تشویشت بودم. دو بیرو بارک پیشت آمده نتونستم. من تو را دیدم. اگه تو هم پشت من میگشتی تو هم مرا میدیدی. چی؟ چطور یعنی؟ لطفاً دیگه قطع میکنم. خداحافظ. زینب لطفاً قطع نکنی. چرا؟ چی گپ است؟ بگو برم نه؟ اگه بگویم از سلا نفرت دارم باز جوابش کافی هست. زینب گوش کن، حق داری، اما دیدی که ما مجبور شدم نه؟ تو باید درک کنی. با گرفتن سلا دست چیزی به توضیح دادن بسیار میبخشی، اما حتی نمیخوایم دیگه یک کلمه بشنوم. زینب یک دقیقه. زینب حالا دیگه علی در اینجا یک لاشته که موی مانده بودم ندیدیش؟ مثلا میگم که کوچار ای طرف میمانیم و میزارم در او طرف میچینیم یا در ای طرف میمانیم. چی گفتی؟ یعنی چی نظر داری؟ ما چی بفهمم؟ شما استفاده میکنین هر قسم که راحت هستین اما قسم بانین آقا. اما شما در بیرون گفتین که من میتونم امروز شما کمک کنم، از او خاطر من از شما نظر گرفتم. سعیز گفتم هر قسم که راحت هستین اما قسم بانینش. ایر از جمله کمک حساب نمیکنین؟ اما ما اگر از شما یک کمی بیشتر کمک بخوایم باز راستش من در این کارا چندان نمیفهمم نه؟ از او خاطر ای کار سخت نیست که نفهمین، فقط یک چند وسایل است خلاص. در او صورت من کوچار ای طرف میمانم میذارم در او طرف در پولیش باز میریم. درست است؟ سعیز درست است. ایره اینجا ماندم میذارم این طرف میمانم، ایرام جایش اینجا باشه، شما بفرمایید بشین. من باید کل اینا را جای به جای کنم. نه ایره باید از اینجا وردارم. حاله کمی ماندگی بگیر. خسته نباشی. زنده باشی. اما از دیگران متفاوت هستم. باز چی گپ شده؟ تو با ما حسادت میکنی مولا علی؟ حالا دیگه گپ از کجا شد؟
میفهمم که به من حسادت میکنی، انکار نکن. تو این از کجا میفهمی؟ در داخل چادر ما پیدا کردم. خود چی؟ اینو دیگه حسادت کردینی؟ چادر ما گرفته پود کرده بودی و باز گرفته او را آتش زدی. از چادرم چی میخواستی؟ با من حسادت کردی همون تو نیست؟ بیاد ندارم. یعنی چی که بیاد ندارم ها؟ با وجود این همه بازم دروغ میگی؟ به خاطری که در شرکت اویگار کار میکردم تو سرم کار نشدی؟ تو سوپ پخته کردن یاد داری سفته؟ حالا بیبی که چطور برای یک سوپ مزه‌دار دال پخته میکنم. پخته کو که ببینم. باز بیبی. خب دال در کجا موندی؟ دو الماری بالایی است. درسته است. ها میزم اینجا ماندیم. حاله درست شد؟ درست نشد. درست شد. ها؟ همه تو دیگه. ها. همه قصه مثل میز شاگردای مکتب میخوایی در پیشوری کلکین بشینی؟ تو هم راست میگی. جالب است. ما چرا او را در اونجا مانده؟ در اون صورت خیلی جایش باید تغییر بتیم. درست است. حالا جای کل چیز تغییر میکنه. او میز ای طرف بیار و ای میز کاریتو مو طرف ببر. درست است؟ درست است. فهمیدم. خیال شما ای را بگیرین که دور بتیم و باز او طرف نه من فقط برات نظر میدم. ای هم درست است. حالا بایی چراغ چی کنم؟ چراغ بعدن اولی همه خلاص کن. درست است. او کوچه؟ ها جایش تغییر بده. چرا وقت تیر میکنی؟ راست میگی. وقتی خندیدی یک چیز شد. درست است میبری. حالا برو. درست است میبرم. حالا او طرف. ای گاز فکر کنم روشن نمیشه. صبر کمکت کنم. ها صحیح شد. روشن شد. پیاز. اونا را در غذای اصلی من انداختم. در اونجا خودگان پیاز است. دیگه شه گرفته تو تکو. فکر کنم در موبایل ما پیام آمد. نمیفهمم. نشونیدم. باش ببینم. بله. پیام شبکه است. کفگیر در روک بالا است. امام دقیق میخواستم امور پرسان کنم. ایام خلاص شد. دیگه چی مانده؟ کد بندام ده اونجا بود. درست است. ایران میمانم. حالا؟ ها ای قسم سیل نکن. ببرش. پس ما ای را حتما میبرم.
اونجا میمونم. اوه بسیار خوب شد نه؟ قلبت درد نکنه. ما چی کردیم؟ ده اصل کل کار تو کردی؟ این قسم میشه جانم، یعنی کل کار خودت کردی. تو یک رسم کشیدی، یک خیال ساختی، من فقط به واقعیت تبدیل کردم. دیگه ای که این اولین خیالی است که من همراه تو یک جای تقسیم کرده این خیال ساختیم. اینقدر زیباست که من نمیتونم دربارش چیزی بگویم. بسیار زیباست. مبالغه نکن. بیازو ما فقط یگان وسایل ای طرف و طرف بردم. یعنی همونطور است. همونطور است. نه همونطور است گفتم. ها ببین یک چیز مهم فراموشم شده. با اینجا یک گلدان گرفته بودم. زیاد خوبش است نه؟ دیگو دویگو نه 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 دویگو 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 قربانت شم چشمای تواز کو دویگو 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 چشمای تواز کو طرف بیا بیا این طرف بیا بیا بلند شو بیا بیا برو 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 میگذره یم خواب گذاشته تحمل کن
پیلوت تاکاجی نامرد، فرمان مرگت تو خودت با دستای خودت نوشته کدی. اگر من تو را از بین نبردم باز ناممان پیلوت نباشه. دیگه خانم دیگه بیا بیا. نه نه تو خوب هستی؟ با پلیس زنگ بزن، با پلیس زنگ بزن. درست است، تشویش نکن، درست است. زنگ میزنم. اول باید از اینجا برایم. حالا هایگار راستش موضوعی را که تو همراه ملالی داری از موضوع مام کده فکر کنم کلانتر است. اما اگر موضوع تو حل شوه باز موضوع مام حل شده میتونه. یعنی در این موضوع مام شریک تو هستم. همطور است. واقعا همطور است. اما هوش کنی که این موضوع را از مغزت نکشی. ما فقط در کار شریک تو هستم. اما در جایی که گپ ضرر باشه باز او را خودت متقابل بشی. ما همیشه فقط فایده را میگیرم. درست است. مام هیچ ضرر کردن خوش ندارم. به ایمان است که این شراکت ما به همیشه پابرجاست. خوبش. رای ما طولانی است. اول میمانه که در پیشروی ماست ای را دور کنیم باز. باقی ماندش آسان است. با تشویش او کار نباش. او مربوط رئیسا میشه. در جای درست و در وقت درست. علی میره پشت کارش. پیلوت از املزون در بر آمدم. نفر شویدت میخواه شما رو ببینم. باز یک ساعت بعد گپ میزنیم. فهمیدش. کدام گپ درباره ما است چطور؟ وایگار اگر کدام موضوعی می بود که مربوط تو میشد باز وقت میگفتم که در گوش تو بگویم. خوب هستی همو تو نیست؟ با پلیس زنگ زدی؟ حال میاین؟ البته ودت حلش میکنه. خانم دیگه آمدی وقت خود بلارم در منطقه آوردی. خانم دیگه در جایی که بودیم او آدم ها سر ما حمله کردن دیگه. اونا از تو چی میخواین ها؟ براتان خود گفتم خانم دیگه من کرایه نشین هستم. مشکل اونا شاید امرای صاحب اونجا باشه. امو دویگو زن. دویگوز برو دویگو جان دخترم کجا بودی؟ دیر کردی. ما با تشویش شدیم. از او خاطر بر آمدیم. با صدای اسلحه هم شنیدیم. ها در سرک پشت سر بچه ها پتاقی بازی میکردن. صدایش از او خاطر آمده حتما. گفتی پتاقی؟ یعنی حال خو کل چیز خلاص شد. بنا حق مردم ترساندن. چی فایده همو تو نیست؟ شما چی کردین؟ کار گدام حل کرده تانستین؟ ها حلش کردیم گرفتمش بالاخره. با خیرتان باشه. با خیرتان باشه. انشالله کار دای شروع کنه. بسیار زیاد تشکر خانم. ببینیم یگان کارهای مانده که باید انجام بدیم. اگه با کدام چیز ضرورت داشتین بدون کدام شرمندگی بگوین. بسیار زیاد تشکر آقا. خواهش میکنم. شبتان بخیر. بیا که بریم دخترم. شب شما بخیر. شب بخیر آقا پیلوت. شب بخیر.
یام چای گرم و بیبوره. نوش جانت. تو از کجا فهمیدی که من چای بیبورم میخورم علی؟ درباره تو زیاد چیزای دیگرم میفهمم. مثلا وقت خو میشی باز دستت زیر سرت میمانی. و وقتی که جیگرخون میشی باز با مویایت بازی میکنی. خب وقت صدای یک شغاله بشنوی فکر میکنی گرگ است. بان دیگه. وها در وقت خطرم بهترین سلاحی که خوش داری استفاده کنی او تو است. نزدیک نشو اگه میزنمت. گفتم میزنمت، نزدیک نشو. ودعت ای تاکاجی بی غیرت نامرد کجاست ودعت؟ باز آن موش وارد کدام سراغ خود پود کده؟ کل جای خودی ده نه؟ دیده میریم پیلوت. آی بیادر بیبی و آدم زیاد خطرناک است. ای که چی وقت از کجا پیدا میشه معلوم نیست. بیبی کم مانده بود که تو را بکشه. بچه ما سر بندر او حمله کده کشتی های او را از بین نبردیم، یادت رفته؟ آی به خاطر که او خواست ما کده تانستیم. اگر نمیخواست حتی با اون نزدیکم شده نمیتونستیم. تمام چیزایی را که او راست فکر میکنه من برش غلط ثابت میسازم. به اندازه جسارت داره که سر ما حمله کنه، اما او قدر جرأت نداره بی غیرت که در مقابل ما بیای استاد شوه. پیلوت تاکاجی حال پلان خود گرفته و او منتظر حمله ما میباشه. نباید قسم احساساتی عمل کنیم بیادر. ودعت تو دیگه چقدر آدم حساب کتابی شدی؟ اگه به آخر ای را فکر میکردیم باز هیچ وقت خود در جنجال نمینداختیم. تاکاجی از هیچ چیزی نمیترسه. فکر میکنی که ما میترسیم ودعت؟ آی درست است، ما هم نمیترسیم، اما کمی باید سنجیده کار کنیم پیلوت. من ایده میگم. من اینو نمیفهمم ودعت. او تاکاجی باید پیدا شود. او خیالات مرا با مرمی زد. ما مغزای او بی غیرت با مرمی باد میکنم ودعت. گپ ما فهمیدی؟ برین از اینجا احمقا. برین! تحقیق میکنیم پیلوت. اگر چیزی بعد است آوردیم به حرکت شده پلان ما را عملی میکنیم. درست است بیادر؟ ببخش بیادر جان، این بار وضعیت متفاوت است. اجازه نمیتم که خودت از بین ببری. رئیس صاحب، نظر به معلوماتی که به ما رسیده تاکاجی به خاطر کشتن علی آمادگی میگیره. تاکاجی حال مداخله کردن به تشکیلات اعلام کرده. پشت نفرهای سابقه میگرده. معلومات هنوز تکمیل نشده. کوشش میکنیم بفهمیم چی پلان داره. به هر صورت کسایی که میخواستن اسمان تاکاجی را برشان بتیم ندادیم. بالاخره وقتش رسیده که ازشان استفاده کنیم. یعنی از تاکاجی سوء استفاده میکنیم؟ تاکاجی کل چیزا حل میکنه. موضوعی را که با علی ما داریم جان پاکش میکنه. این کار قبلا امتحان کردیم رئیس. ای بار دیگه قسم است.
خدا را شکر حال یک آدم قوی پیدا شده که علی را از بین میبره جان. سبا یک بار رفته که علی ببینی. ریختی سایس رئیس. علی؟ سیفتا علی؟ علی؟ سیفتا پیش تو آمدم سیفتا، به خاطر که پیش تو عمرم اینجا آمدم. علی چشمایتو باز کن. علی چشمایتو باز کن لطفا. علی سیفتا؟ سیفتا؟ سیفتا حالا بیدار شو. من بدون تو چی کنم علی؟ درست است سیفتا، درست است. گذشت. آرام باش. گذشت. آیگار کاکا تاکاجی زنگ زده بود، بسیار از تعریف کرد. از که مرا توصیف کرده خودشم قابل توصیف است کاکا، به خاطر که طرز دید ما به زندگی یک قسم است. دیگه هیچ جایی برای جدا شدن ما وجود نداره. آفرین، بالاخره یک سمت درست پیدا کردی. آفرین. کت تاکاجی کارتا پیش ببر، اعتمادش به دست بیار. با دست آوردن اعتماد و آدم بیفایده بوده نمیتونه. درباره شریک شدن با او آدم فکر میکنم. مفکرهای ما بیاز و عینی چیز است. خوب است، بسیار خوب است. چطور هستی؟ هیچ خوب نیستم. صدای او دست هنوزم در گوشایم است. بسیار زیاد معذرت میخوایم، کل چیز به خاطر ما شد. تاکاجی نامرد، تاکاجی بی غیرت، هیچ چیزایی را که تو به دویگو نشان دادی من برات نشان میتم. لعنتی! آرام باش پیلوت، آرام باش بچه، آرام باش.
ارنیکو پیلوتا به خاطر چی دوست داشت توی را میفهمی وداد؟ به خاطر که همیشه میخواست به مثل خودش یک بچه داشته باشه، اما حساب یک گپ هیچ نفهمیده بوده که به مثل ارنیکو شدن نمیمانه که انسان زیاد زندگی کنه وداد جان. تو به خاطر که مثل پدرت نبودی زنده استی، اما او پیلوت به خاطر که به مثل پدرت هست جانش از دست خود داد. پدر ما در ای کار دخیل نساز. پیلوت هم بیادرم است تاکاجی. بیبی تاکاجی. پدرم وقتی پیلوت از سر سرک گرفت او 5 ساله بود. حتی تخلص خودم نمیفهمید. پدرم به او تخلص خود داد. یعنی تخلص مرا برش داد. ما را بیادر ساخت. با ما نصیحت کرد که به خاطر یکی دیگه خود بموریم. یعنی در جایی که پیلوت بموره ما هم زندگی نمی کنیم. احالی اگر موضوع پول و دارایی است، همه چیز مطابق خاص تو من انجام میدم. انتقالات تو را من میکنم. همه چیز مثل سابق میشه. مال از تو میگیری. بدون کدام مشکل فروخته پولش هم با تو میدی. وداد بعد از این دیگه ای چیز مثل سابق نخواد شدی رو بفهم. به خاطر که برات یک خوبی کنن با ما یک دلیل بگو. میخوایم که دیگه ای دشمنی ما تمام شود. میفهمم تو از دشمنی که برات فایده نداشته باشه از زیاد خوشت نمیاد. با او خاطر با تو یک پیشنهاده با فایدهش میکنم. با دل مالی را که پیلوت سوختانده میپردازم. علاوه از هر محفلی که چیزی را به دست آوردیم نصفش از تو باشه. منظورت نصف دست آورده هر محفل؟ درست شنیدی تاکاجی. نصف دست آورده هر محفل. فقط یک شرط دارم. طرف پیلوت سلام نمی کنی. فهمیده شد؟ مرا خوب صحیح میشناسی. ما آدم نیستم کسی که به ما پول به دست میاره را بخوایم زود از دست بدم. هیچ وقت نه. تفاهم کردیم. فقط پیلوت نباید از یما خبر شد. کارا را به یک مدت می دارم. بشکت والا. همین قسم کسی بیدار میشه؟ صبح تو هم بخیر. بله صبح بخیر. اما تو چرا این قسم آمدی سیفتا؟ 2 ساعت میشه کوشش میکنم بیدارت کنم. به هر صورت چای صبح تیار است. خاله پاکیزه جان، ها تو چطور هستی؟ خوب هستم مقبولکم. تو چطور خوب هستی؟ هستم. زیاد وقت شده بود که تو رو ندیده بودم. نیکه عروسی کردی دختر؟ اوه عروسی کو چی میکنی که مجرد میباشی؟ و دیگه ای که تو یک دختر بسیار مقبولم هستی. آی چه قسم عروسی کنم خاله پاکیزه؟ میفهمیده تمام منطقه نامم بد کردن. این مردم درک کردن نتونستن. چرا؟ مولا علی ماه هست که بدون نکاح در خانهش یک دختر زندگی میکنه. او را هیچ کسی چیزی نمیگن، اما وقتی یک دوست ما را تا خانه میرسونه باز کلگی بد گفتی میگن. مولا علی؟
نه جانم، امکان نداره. او آدم بسیار با خداست دختر. خاله پاکیزه جان، ما مگه با چشمایم نمیدیدم باور نمیکردم. میفهمی خو خانی او آدم پیش روی خانه ما. بله. به هر صورت ما باید دیگه برم خاله پاکیزه. گوش کو چی میگم. لطفاً در بین ما باشه سیز. ما آدم شیطان نیستم، دلت جمع باشه. سیز به تو باور دارم. خانه ما بیا که با هم قصه کنیم. درست است میایم. تو هم باز بیا فال ما ببینم قسمت هست یا نه. میبینم هایی، میبینم، تشویش نکن. نوران دختر اینجا بیا. چی شده دختر؟ های همون علی که است نه؟ اون کت یک دختر بدون عروسی در خانه‌اش زندگی میکنه. اینجا بیا. همون علی بدون عروسی که یک دختر در خانه‌اش زندگی میکنه. آقا ایگار کار خلاص است. بهت یک از گفتم که مثل رد و برق در تمام منطقه پخشش خواهد کرد. خوبش، بسیار خوبش. چطور آمده؟ بسیار عالی. کی باشه؟ من میبینم. آقا کرد؟ خیرت باشه. چطور هستی علی؟ کدام مشکل خانه است نه؟ تو کدام چیز را فهمیدی؟ حالا دیگه نام و آدم را که این کارم رایت کده بود میفهمم. او آدم کی است؟ تاکاجی. گفتی تاکاجی؟ تاکاجی دیگه چرا باید کت ما کار داشته باشه؟ اگر راستش بگویم کت تو نه، کت کل تشکیلات کار داره. درباره تو تحقیق کده و درباره بیادر تا هم کل چیزا میفهمه. او داستان ساختگی را مو ساخته بود. فکر میکرد که مرا به واسطه تو کشته میتونه و به خاطر که به او رسیده نتونی توسط دختر تو را تهدید میکرد. او آدم بیشرف چطور امکان داره که تو را مدیریت کنه آقا کرد؟ در تشکیلات نفوذ داره علی. به خاطر تثبیت کردن یگان چیزام داره. او تاکاجی از موبایل رمزدار استفاده میکنه. یگان وقت هم با زبان دیگه که رمزش نفهمیم گپ میزنه. درست است. تو با ما تماسای ضبط شده موبایل روان کن، محلش میکنم. در شماره خدا داد روانش کن. سعید روان میکنم. کی آمده بود؟ یک دوستم بود. آی خدا، چارج موبایل خلاص شده. از موبایل ما استفاده کردن میتونی؟ درست است. زنده باشی. بله؟ خدا داد. چطور هستی؟ خدا داد. زود دکانه بسته کده عاجل بخوانیم بیا. درست است؟ خب سعیس ملا صاحب. بله. تا یک ساعت دیگه در قهوه‌خانه اسکودار با هم دیده میتونیم. درست است. ما باید برم یک کم کار دارم، اما زود پس میم. درست است؟ من برم کتید؟ نه، تو باید آماده شوی. شب با هم بیرون میریم. چطور یعنی؟ هر دوی ما تنها علی؟ بله، هر دوی ما تنها. به او خاطر باید خود خاص آماده کنی. ای دیگه چی ما نامیده؟ یعنی حال سر وزم صحیح نیست؟ نه جانم، او قسم نیست.
یعنی اولین بار است که با هم تنها بیرون میریم، از او خاطر گفتم. ها سعیس گپی نیست. درست است. در این صورت ما آماده میشم علی. درست است. خوب است. فقط آماده شدن ما کمی طول خواهد کشید. کدام گپی خونی؟ مشکلی نیست. موبایلت. مشکلی نیست جانم. اگه میخوایی پیش تو باشه. موبایل چارج نداره. نه من از خود آدم موتر چارج میکنم. سعیس خداحافظ. ملا صاحب ما آمدم. خدا داد. من یک کار دارم بیرون میرم. تو هوش کنی از اینجا شور نخوری. درست است؟ به خاطر فریب دادن سیفدا برش گفتم که شب بنان خوردن میریم. او بیاز آماده میشه. تا وقتی که آماده میشه ما رفته پس میایم. هیچ کس را داخل نمونی و تو هم به هیچ جایی نری. درست است؟ بیخی سعیس تشویش نکنین. هیچ کس رفت آمد نمید. درست است. موبایلت پیشم از خبر باشه. سعیس ملا صاحب. Ezgi میره. سیفدا خواهر. ezgi میره. سیفدا خواهر. ملا صاحب به خاطر فریب دادن شما براتان گفت که آماده شوید. مرام در اینجا استاد کرده. اما با من کار بسیار عاجل پیش شد. باید کت ezgi گپ بزنم. ezgi میره. تو جایی نبرای. درست است سیفدا خواهر؟ من زود پس میایم. درست است. خدا داد تشویش نکن. من همینجا هستم. گفت درست است. خیمه میره. ببینم به کی زنگ زده. پاکش کرده. بسیار تشکر. اجازه بیبی. تو جواش کنی پایین نشیم. ما چی گپ شده؟ حالا دیگه میریم. کجا میریم؟ به حمله. عاجل با اسکو دور برین. درست است؟ بیادر کار ما خلاص است میریم دیگه. صبر بفرما بیادر. بیادر امرای رئیس حساب خلاص کرده بودیم. اخیرا درست است پشتش نگرد. این حق شما در بینتان تقسیم کنید. زنده باشی بیادر. پیلوت ویانه کمی ازی بخوز یا تازه است؟ نمیخورم. من اشتها ندارم. تا وقتی که او تاکاجی نامرده پیدا نکنم راحت نمی باشم. چه کنیم پیلوت؟ جستجو کردیم آدم پیدا نکردیم. دیگه ای که دقیقش نشو باندگه. ما باید کار خدا کنیم. چطور دقیقش نشم ها؟ او آدم سر جایی که من میخواستم کار کنم حمله کرد. ما به هنگر میرم. ezgi جان زیاد تیز میریم و کلولستم مونده شدم. بازم تو هستی خدا داد. بله اما این بار با هم یک جای رفتن نمیتونیم. ملا صاحب به ما وظیفه داده. از پیش دروازه دور نباید شوم. درست است. گپ خوب است. برو اونجا استاد چه حالا؟ بیازم به گفتن امی آمده بودا. درست است. گپ خوب است. برو دیگه خداحافظ. گفت خداحافظ. یعنی میخوای که بازم ببینیم. چطور است ezgi؟ ما برات نگفته بودم که بار دیگه نزدیک من نشی؟
گم شو دیگه. بیا یک چند دقیقه گپ بزنیم. بیا دیگه. من هیچ چیزی به گپ زدنم رو تو ندارم. چیغ نزن. چیغ میزنم. گم شو. حالا را برو. آی نه برو. برو لایم کو. برات گفتم ایلا کو. این خوب بلند میشه. سیلی زدن هیچ فایده نکرد. کمک کنین تا خدا را کمک کنین. ایزگی چرا چیغ میزنی؟ اینه من کمک میکنم. بیبی کلا زدن فایده کرد. کلا زدن فایده کرد. بغلم کرد. غلط درک نکن. فقط به خاطر که ترسیدم غلط کردم. غلط درک نکردم ایسکی. مام تو را دوست دارم. این خو غلط درک کردی خدا داد. اما مولا صاحب یک دفعه برام گفته بود که انسان کسی را که دوست داره بغل میکنه. یعنی بله. اما یکی دوست داشتن است که یک رقم دیگه می باشه. من تو را دوست دارم اما از لحاظ نه. بیبی گفتی دوستم داری. دوستم داری. برات آیسکریم بخرم ایسکی؟ بریم یک جای آیسکریم بخوریم. خوب سعیست. اما یک دفعه. سعیست. از او 5 روپیه‌اش تا چوبک آیسکریم که میت از اونو میخریم. اما بر یک دفعه. حالا بیا که بریم آیسکریم بخوریم. یکم که رایش دور است اما قصه کدم میره. کدام طرف؟ از این طرف. صبر. موترش اونجاست. اینه بفرمایید. بسیار تشکر. بیبی اونجاست. را برو. بیا که بریم. بیا. سیفزا چشمای تو هم چقدر تیز است. آی دختر ما چرا در پشت یادم افتیده. بیا زو کل مردم منطقه که تو در خانه شستی پشتتان خب بابا چی؟ هر کس هر چیز میگه بگویه. حتی در قصه‌شم نیستم. علی مرا دوست داره توکچه. اما او تو را دوست نداره. دوست داره. علی؟ علی گفت این مولا را ببین. آی سیفدا این مولای تو بیخی بلا برآمد جانم. زیاد وقت شده بود که همدیگر را ندیده بودیم. چطور هستی؟ بیادرت پیدا کرده تونستی؟ نه. از خود بگو ایسون چطور هستی؟ کارا چطور پیش میره؟ خوب است مثل سابق قسمه که میفهمی. کاظم خال آرام شدنی؟ ببین وقت از تشکیلات جدا شوی امی قسم میشه. اعصاب انسان ضعیف میشه. تو بازم کوشش کن همراهش خوب باشی. علی تو چرا مرا اینجا خواستی؟ ده یک صدای ثبت شده است به زبان بلغاریایی. پیامدار و رمزدار است. من هر چی کدم زبانش نفهمیدم. گفتم شاید تو بتونی زبانش بفهمی. میشه یک بار بشنوی؟ البته میشنوم. اوها با او دختر آهنگ میشنوانه. اینا زیاد عاشقانه هستن. از عددهای RSI استفاده شده. ضرور است رمزش پیدا کنیم. به خاطر تثبیت کردن حرفایش میتونی کمکم کنی؟ البته. حالا با هم یک جای آهنگ میشنون بسیار عالی است. سی ژ. میبینی او دختر در ورق یک چیز نوشته میکنه. 100% نوشته میکنه که من نه دیگه. ما حال حسابی کارشون رو پرسم میکنم. سیفتا جان صبر کو. کجا میری؟ اینجا بیا. صبر کو دگان ببینیم چی میکنه. درباره یکی به نام وداد گپ میزنه. دیگه یکی پیلوت میگه. پیلوت؟ پیام زیاد مغلق است. درباره چیز گپ میزنن که مثلا اینکه کدام کار موفقانه با پایان رسانده باشن. همه قسم یک چیز. صحیح است. ما فهمیدم. زنده باشی. تشکر. خواهش میکنم. آیسون ای چی است؟ نه که کاظمی کار کرده. سیفتا آیو آدم یک دفعه احساساتی شده. میبینی دستش گرفته. ما دیگه حالا باید برم. صحیح است. اما تو را بدرقه میکنم. لطفا حساب ما را بیاره. من اونا رو میکشم. تو سیفتا صبر کن. سیفتا میاین. بخیز پوچو. بسیار تشکر آیسون. خواهش میکنم. با امید دیدار.
تاکسی حرکت کو جانم، حرکت کو. برین اون موتر تعقیب کنین. داستان عشق مولا بسیار خوب پیش میره. این داستان عشق نشان میتون برشان. این کجا میره؟ عجیب است. به نظر میاد بین خود معامله کردن، تو میفهمی؟ هر کدامش جدا جدا به یک جای میرن. هر جایی که میرن اونجا را آتش میزنن. باز ببین کمرشون چی میکنه. اینا پولتو نبگیرین. حالا داخل خانه شدن، دیدی؟ با دستایمون رو خپک میکنم. سیفدا چی میکنی؟ اوه نه دیگه دختری رو چه قسم واز کردی؟ علی برم یاد داده بود. تو چرا قدر ناوقت کردی ها؟ زنک از گشنگی مردم. تو دی وقتم به نوشیدن شروع کردی؟ تو سوال مرا جوابت چرا نان پخته نکردی؟ بمار فقط که قصیت هستم. با تلاره ایلا کو دست نزن. سوال مرا جوابت بگو که کجا بودی؟ از من دور باش. صدای تا بلند نکو لودم. صدای تا بلند نکو اگه نه. علی همی وعدید بود کاظم. من شاید نکای شما بودم. در پیشوریم گریان میکردی که عاشقی دختر هستم. علی بانش دیگه بانش. ما بیازو از یه آدم طلاق میگیرم. اگه با ما رو من طلاقت نمیتم. فهمیدی یا نه؟ اگه یک تار میسر از این دختر کم شود تو از به دنیا آمدنت پشیمان میسازم. میفهمی که کارم میتونم. گپم فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ درست است. فهمیدم. من هر دویتانم میکشم. سیفدا؟ توکچه؟ سیفدا؟ علی؟ معلوم است اینجا چی گپ است؟ هیچ باورم نمیشه سیفدا ها. تو چطور این کار کردم میتونی؟ خب حالا ما چی کنیم ها؟ ما خود هیچ کاری نکردیم. به خاطری که من مصروف بسازی گفتی آماده شو. من به تشویش شدم که میخوای چی کنی. فقط همین علی. دیگه کدام گپ نبود. به تشویش شدی. باز تشویشت باز دادن حل میکنی. خب من ایتو فکر کردم. تو چی فکر کردی؟ خب دیگه پاره بان که من چی فکر کردم. او زن کی بود؟ اول تو اینه برای من بگو. ها یک دوست سابقم است. به خاطر یک صدای ثبت شده که به زبان بلغاریایی بود ازش کمک خواستم. او بیچارم تا اونجا همراهیم کمک کرد. ما در یک جای مناسب میتونم پایین شو. میخوایم یک دوست من ببینم از خاطر. البته همینجا صحیح است. صحیح است. بسیار تشکر. باز میبینی. علی گفتی امشب نانا در بیرون میخوریم نه؟ پس میشه به یک دکان بریم به خاطر امشب یک کالا بخرم؟ میشه سیفدا درست است. میریم. مرا خواسته بودین؟ بیادرزادت آرام نمیشینه سمیم. با خود مشکل جور میکنه. اما
با این کار خود زندگی خدا در خطر مندازه. تاکاجی را میگین آقا کرد؟ بیبی تو میره میفهمیدی. باید بگویم که پیادرزاده ایم یک تجارت پیشه است آقا کرد. البته که همراه قسم آدم ها کار میکنه. بدیل هر کار از جنس خودش پرداخته میشه. با خبر باشی. مریم سلطان، مریم سلطان. آمدم. آی میشه بیرون رفته یگان چیز بخوریم؟ ده اینجا خسته شده. میخوایم ده بیرون نان بخورم. اما میفهمی پدرت بیرون رفتنه ممنوع کده. انوز اگه بزدش کار کنیم بیشتر لذت داره. البته اگه شما کمکم کنیم. بسیار میبخشی، کمکت کده نمیتونم. لطفاً لطفاً. چه قسم نگو. پدرت هم به جانب است. یعنی شاید کدام بلا سرت میامد، اما تو نیست. تو اینجا چی میکنی؟ زود از اینجا برو زود. آی تو خودت در بلا مندازی سینان. ما به خاطر تو خود در بلا مندازم جانم. شش چپ باش. بیانه اگه چیخ میزنم. نمیتونم، برای پدرم اجازه نمیده. اگه بخوای کمکت میکنم کمریم فرار کنی. کی گفت گفته که من فرار میکنم؟ وام باز کدی تو؟ مریم سلطان گفت. مریم سلطان. تو هم کم از این نیستی. او آدم ها امیال نان میخورن جانم. ده اینجا یک دانه زینه پیدا کردم. اگه میگی که امیال در دیوار بانمش بین پیشت ها؟ خیلی یارم میشه. بیا دیگه. میایم. احتیاط کن جانم. حالا زود باش که بریم دیگه. مرا خو بخشیدی نه؟ چیز دوبارش گپ میزنیم، بعدا باز گپ میزنیم. زینب 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 چرا؟ زینب چی شده؟ با خود بیا، چشمایت باز کن. زینب چرا؟ زینب بگو برن. زینب باوش بیا. زینب چی شد؟ زینب با خود بیا. صبر کن. استاد کو بیادر، استاد کو. زینب چشمایت باز کن. چشمکایت باز کن قربانت شم. زینب صبر کن. کاکا صبر کن. چی شده بچه؟ کاکا وضعیتش خراب است. باید به شفاخانه بریم. سعید برو بیارنش. ببرش داخل. چی کده ای بیچاره؟
امشب حتما بنان خوردن میریم نه؟ البته آماده شو ابراهیم. سعیس تا 5 دقیقه دیگه آماده میشم. سعیس مام سیفدا تو 5 دقیقه گفتی اما 45 دقیقه شد. تا حالا آماده نشدی؟ سعیس این خلاص هستم دیگه. آماده هستم. چه قصه معلوم میشه؟ مقبول. همه فقط مقبول. بازم زنده باشی. خب مقبول دیگه. سعیس کتت غرض نمیگیرم. فهمیدم حالا بریم. سعیس بیا. خب حالا مرا کجا میبری علی؟ اول به یک رستوران میریم. سعیس گل فروش آمد. گلای خوشبو داریم. گل بخرین. گل براتان بتون یاده. بیا من دو طرف ازت گل میخرم. بیا. درست است. چقدر کار دارین؟ گلایی که آورده بسیار مقبول هستن. صبر کن. بگو نفر کی هستی؟ تاکاجی دستور داره که تو را بکشه. یه هنوز شروعش است. در هر جای با مرگ مقابل خواهد شدی. هم تو هم دوست دخترت با صلاح یا هم با بم میمورین. اگه امروز نشد سبا، اگه سبام نشد دیگه سبا، اما میمورین. او دخترم که کتت است میموره. هیچ کس وقت و ساعت مردن کسی را تعیین کردن نمیتونه، اما جای یک نفره گفتم میتونه. حالا برام بگو تاکاجی کجاست؟ تاکاجی را هیچ نمیشناسی. وقتی دستور مرگ یک نفره بته خودش گم میشه. ای که او کجاست حتی خودش هم نمیفهمه. وقتی هم که نخواهی دیده شوه باسه دیده نمیشه. برو به تاکاجی بگو او را ای رقم ظاهر بسازم که حتی اگه بخوایم پاد شدن نتونه. فهمیدی؟ خوب است. اما دفعتن چی شد؟ چرا منصرف شدی؟ او قدر تاییدی گرفتم حیف میشه. حق داری، اما وعده است. ببین دفعه دیگه میریم، درست است؟ درک نمی کنم دفعتن چی تغییر کرد؟ اگه جایی نمیریم پس من پیش توکچه میرم. سیفدا برات اجازه نمیدم. پیش توکچه مکچه رفتن نمیدم. نه آقای محترم میرم، خوب سیام میرم. باز ببین استاد شو سیفدا. استاد نمیشم چون که اول مرا گفتی تیار شو، بعدا حالا میخوای دوباره خانه ببریم. یک دفعه یک رقم هستی، دفعه دیگه رقم علی. صحیح است، معذرت میخوایم. حالا صحیح شد؟ معذرتت رد شد.
سیفدا حالا لطفا. هیچ قدرت مرا در خانه تو بردن نمیتونه. اما گپ کلان میزنی. بیا. بله گپ کلان میزنم چون که حق بام است. یک دفعه یک چیز میگی دفعه دیگه چیز. من ناخدای تیار کردم. حالا اوف. توبه اینو رو ببین. وای مولا علی دختره گپ داده. ببین بنان خوردن میریم فقط امروز نه درست است؟ پس چی وقت میریم؟ وقتی که من تو را بنان خوردن دفعه دیگه اگه خودتون بخوای باز من نمیرم فهمیدی؟ از کسی که نمیدونی بده. از آیسکریم خوشت آمد؟ مزه‌دار است. تو چطور؟ خوش مام آمد. اما فکر کنم خوشت نامده کمک میخوری. باید متوجه اندامم باشم. ما چه قسم یک آدم هستم؟ ایگه پس کجا شد خدا داد؟ بگو دیگه نه؟ یک آدم ساده استی. تو هم یک دختر ساده استی. ساده، پاک، تمیز. من از تو زیاد خوشم آمده. در سابقه یک دخترک بود تو را زیاد دوست داشتم. اما او من قسم ساده بود. ساده و ساده. بعدن مرا ترک کرد. چرا ترکم کرد؟ چرا مرا ترک کرد بگو نه؟ تو هم کدام روز مرا ترک میکنی؟ خدا داد بیبی. من نمیخوام که تو را ناامیدوار بسازم. از خاطر ما باید برم. تو هر چیز بسیار زود غلط درک میکنی. اما هنوز آیسکریمت خلاص نشده. تو هم میری. تو هم مثل دختر سابقه مرا ایلا میکنی میری. چرا هیچ کس مرا دوست نداره؟ چرا مرا ترک کردن میره؟ او هم وقت میرفت همه قسم در خورد مرا سیل کرد. اینا دیگه بیخی از حدشان گذاشتن. در روز روشن در روی سرک دست به دست بغل در بغل میباشن. اخلاق منطقه را خراب کردن. باز خدا نیمچه ملام میگیره. دیگه یک قسم نمیشه. باید رفته پرسون کنیم. میپرس اینقدرم نباید دیگه از حد بگذرن. آقا ایگار اینجا همگی پشتش گپ میزنن. فکر میکنم میخواین خانه مولا علی برن. خوبش امیال میایم. وقت مرگت رسیده مولا علی. پیش از اینکه تاکاجی تو را از بین ببره اعتبارت از بین میره. خانم دیگو خوش آمدین. ما منتظر شما بودم. چطور هستین؟ میخواستم پرسان کنم پلیسا اونا را دستگیر کردن یا نه؟ مرم شاهد ما گرفتین. ما مزارات خودم میدادم. یعنی من به عامر صاحب اظهارات خدا دادم. شاید ما ضرورت نشد دیگه. چطور به شاهد ضرورت نشد؟ ات یک چیز میشه؟ نمیشه. راست میگی. یعنی ما نفهمیدم والا. چقدر خوب اینا رو پس دوباره جور کردین. من در اینجا بسیار خاطرات دارم. او را چی میگن؟ سر خاطرات مرمی کار نمیکنه. مرمی؟ از سلام علا از کلش نفرت دارم. تاکاجی نامرد. هر روز یک چهره نوت میبینم. سعید چقدر خوب برات هیچ خسته کن نمیشه. خسته کن میشه. زیاد خسته کن میشه. آیی تو به ما چطور دروغ گفته میتونی ها؟ دروغ چی سیفدا؟ کدام دروغ؟ گوشکو اقدر زیاد دروغ میگی که تعجب میکنی که کدامش برات بگویم. البته حقم داری. دروغ نیست سیفدا، فقط به تاخیر انداختیم بعدن میریم. گپه کلان نکن.
باز خودت رفتم میتاری. من خب برات گفتم من دیگه جایی نمیرم. تو چوری قسم میکنی سیفدا؟ چرا کوشش نمیکنی که کم مرا درک کنی؟ اوه، کسی که شما را درک نکنه برای شرم است ملاسم. بگو نیکی تو خودم مسلکتان شامل است چطور؟ من دیگه میرم. سیفدا سایس برات میگم. خب بگو چی میخوای برام بگویی؟ در بیرون او گل فروش که بود. ده اصل و امرای خود اسلحه را آورده بود. چی؟ از او خاطر از رفتن منصرف شدم. یعنی قصد داشت تو را بکشه علی؟ کاش که تنها می بودم سیفدا. تهدید کرد که مرا و کسایی را که دوست دارم هم میکشن. تنها تو موندی سیفدا خواهر. نفهمیدم. از نزدیکای ملا صاحب. تنها تو هستی، تو را نباید چیز شود. اگر این ملا صاحب زیاد قار میشه. علی علی من بدون تو چی کنم؟ من بدون تو چی کنم؟ ببینم که کی است. برای شرم است مولا صاحب. نمیشرمی که یک دختر جوانه اینجا در خانه تو آوردی؟ ای وای، مولا گفتیم از خوبی ما استفاده کردیم. ده این منطقه میخوایم قسم یک گلگو باشی؟ این منطقه از خود شرف و ناموز دار. این چه قسم یک کار است؟ باز خودم ملا هم میگم. علی جانی چی کار است که تو کردی؟ ما تو را چی فکر میکردیم؟ علی دختر کی است؟ با کدام مناسبتی را اینجا آوردی؟ چطور تانستی تو یک کار کنی؟ ما از تو یک توقع نداشتیم. شرم است. این ملای چیزا تابلو نداره. ما مردم هم میزن ابروی ما را به خاک یکسان میکنه. بیاد رایت آدم ما را نباید اینجا با. این کار ما قبول نداره. باز کارای شیطانی اگه میکنه. کت عروسی میکنی بکو، اگه نمیکنی از خانه بیرونش کو. نباید تو یک کار میکردی ملالی. با خدا باورم نمیشه. با خدا بعد از من. دیگه چی رقمش است؟ هیچ شرم نداره که تو یک کاری کنی. دیگه را کم بود کار مولا هم شروع کرده. یک دختر جوانه چطور در خانه خود جای دادی؟ رام در کمر دیو مولا. برای بد است. بعد از نباید تو یک کاری بکنی. شرم است با. ما هیچ فکر نمیکردیم هیچ شرم نداره که تو یک کاری کنی. بعد از بچه باز استاد از لق سلام میکن. یک چیز خوب بگو، گمگاه نشدی. یک جواب خوب بده. بگو نه؟ من زن علی هستم. بشر بچه بیچی حالن. تو ملاسی نباید تو یک کار میکن. یک کار میکنی. هیچ از خود وجدان نداری. ما با هم عروسی کردیم. ما خو هیچ خبر نداشتیم. های کدام روز شما عروسی کردین؟ ما خو هیچ خبر نشدیم. شما عروسی کردین ها؟ خداوند خوشبختشان کنه. چی بگویم؟ نه ای امکان نداره. چه وقت عروسی کردن ها؟ جانم هر طرف می رفتن ای قسم گشتن مناسب نبود. حالا ای قسم بهتر شدن. علی هانجا چت یاد نگو سیفتا. تو چی وقت عروسی کردی؟ عروسی چی؟ بله دکتر.
ما با هم عروسی کردیم. سیفدا بیشتر از این پود کردن نمیتونستیم نی؟ من زن علی هستم.